بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وقتتان بخیر، جور بخیر، انشالله خوب هستین، بسیار زیاد خوب، انشالله شکر که خوب باشین و همیشه خوب باشین. بیاین که درس شروع کنیم و ببینیم کدام درس فعلا ما شما میخوانیم. درس ما درس 12 فصل 2 تاریخ صنف 9 است. یک عنوان سوالی از ما شما پرسیده که آیا با امارت اول دوست محمد خان آشنایی دارید؟ این عنوان پرسشی، این موضوع پرسشی در صفحات 27 و 28 کتاب تاریخ صنف 9 ما شما آمده. مطمئن هستم یک بار باز کردین و این عنوان دیدین، شاید بین کتاب درس هم دیده باشین که در مورد دوست محمد خان و سلطنت دور اول امیر دوست محمد خان گفته. اما پیش از او مرور بسیار کوتاه به درس قبلی خودم داشته باشیم. ما شما در درس گذشته در مورد چگونگی سلطنت دوم شاه محمود گفتیم که بالاخره شاه محمود با کمک وزیر فتح خان دوباره به قدرت میرسه، اما وزیر فتح خان دوباره سوء استفاده میکنه، ولایت‌های مختلف افغانستان بین برادرای خود تقسیم میکنه که این سر شاه محمود خوش نمیخوره، سر بچهش کامران خوش نمیخوره. بالاخره کامران به ولایت هرات روان میکنه، در اوج به انتقام جویی میپردازه که این وضعیت سبب اختشاش در نقاط مختلف کشور میشه و شاه شجاع هم در بعض از مناطق افغانستان دوباره نفوذ پیدا میکنه. این باعث میشه که بالاخره در سال 1818 شاه محمود دوباره از قدرت دور شود. این گپایی بود که در درس گذشته گفتیم. 3 سوالم براتون داده بودم کارخانگی که حتما حل کردین. اما بیاین که در مورد امارت اول امیر دوست محمد خان بگوییم و زیاد گپا را در این مورد بفهمیم. پیش از اهداف درس: برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اولین هدف درس ما شما آشنایی با عوامل به قدرت رسیدن دوست محمد خان است. امروز باید بفهمیم که چطور امیر دوست محمد خان به قدرت و سلطنت میرسه. هدف دوم کسب معلومات در مورد امارت اول دوست محمد خان است. پس ما شما امروز کاملا در مورد سلطنت و حکومت اول امیر دوست محمد خان گپ میزنیم. دقت کنین، گپ ها بسیار زیاد از در درس، نکات مهم یادداشت بگیرین که فراموشتان نشن. پس بین که در مورد امارت اول دوست محمد خان بگوییم و معلومات پیدا کنیم. دوست محمد خان که در زمان سلطنت شاه محمود موقعیت و جایگاه اجتماعی خود مستحکمتر میکنه، زمینه امارت خود هم آماده میسازه. وقت در او وضعیت که شاه محمود قرار داره، امیر دوست محمد خان هم در درون به شکل خفیه، به شکل سری یا هم به شکل باز آزاد کار میکنه و میخواد که خودش جایگاه اجتماعی پیدا کنه و هدفش است که یک روز خودش به قدرت، سلطنت و امارت برسه که این کار انجام میده و زمینه امارت خود آماده میسازه. تا بالاخره در سال 1835 میلادی مراسم تاجپوشیش به شکل ساده در کابل صورت میگیره و برای این آدم لقب امیرالمؤمنین داده میشه. امیر دوست محمد خان هم در قدم اول اشخاص و افراد غیر قابل اعتماد خود کاملا از قدرت دور میکنه، عزل میکنه و به جای آدما پسرای خود مقرر رو تعیین میکنه. اونا را کاملا از سمت‌های رسمی، حکومتی، سیاسی، دولتی دور میکنه. بچهای خود به چوکی و قدرت میشونه و معرفی میکنه. در قدم دوم به خاطر جنگ با سکه ها آمادگی میگیره که اعانه‌ای که از طبقه تجار، دکاندار و اقشار دیگه جمع‌آوری کرده با 50,000 عسکر پیاده، بسیار زیاد است، 50,000 عسکر پیاده و 10,000 سوار نظام داوطلب. 10,000 نفر هم بسیار زیاد است. با پولی که از طریق اعانه از تجارا گرفته، از دکاندارا گرفته، از دیگه مردم گرفته، این لشکر سواره و پیاده نظامه که منسجم میسازه، ترتیب میکنه. در سال 1835 میلادی به طرف پشاور حمله میکنه و حرکت میکنه که برای اونجا را بگیره و فتح کنه. این دومین کار و دومین قدمش بود که انجام میده و سردار سلطان محمد خانم با 10,000 سپاه مردم باجوړ جز اردوی امیر میشه.
این سوقیات ترس بزرگ در قوای رنجیت سنگ ایجاد میکنه. وقتی رنجیت سنگ میشنه که اقدر سپاه کلان هم سواره هم پیاده طرف اونا میایه، این دیگه در دل خود رنجیت سنگ و در دل قوای رنجیت سنگ ترس به وجود میاره و بالاخره رنجیت سنگ حاضر میشه که با افغانایی که تازه نفس هستن مصالحه کنه و هیئت را به سرکردگی هارلان پیش امیر دوست محمد خان روان میکنه. وقتی لشکر را میبینه، این قدرت را میبینه و این نیروی بسیار زیاد میبینه، ترس دلش میه. از این خاطر یک هیئت به رهبری هارلان پیش امیر دوست محمد خان روان میکنه که جور بیان مصالحه کنن، جنگ در نگیره و بالاخره رنجیت سنگ این کار انجام میده. اما هارلان چی وظیفه داشته؟ این بسیار زیاد مهم است. در او زمان هارلان وظیفه داشت که به هر قیمت که میشه، یعنی به هر قیمت کم و زیاد که میشه، به فایدهشان باشه و تاوانشان باشه، در اردوی افغانی نفاق و تفرقه را ایجاد کنه که هیئت که گفتم براتان اولتر از همه متوجه سلطان محمد خان برادر امیر دوست محمد خان میشه و او را وعده میتن که حکومت پشاور را برش بسپارن و او مانع حمله و جنگ با سکاش و کیکارم میشه. پس محمد خان مانع حمله علیه سکها میشه و نمیمونه که برادرش علیه سکها حمله کنه و سردار سلطان محمد خان هم همراه با 10,000 سپاه خود از طرف شب از اردوی امیر که برادرش است کاملا جدا میشه و میره به دشمن پیوست میشه. 10,000 نفر در یک شب از سپاه و از اردوی برادر خود جدا میکنه و خودش میره به طرف دشمن و وقتی که امیر دوست محمد خان این وضعیت میبینه عقب نشینی میکنه و دوباره به طرف کابل میره، به خاطر که 10,000 نفر از سپاهش از لشکرش جدا میشه و میره طرف دشمن. دشمن قوی میشه، حتما خودشم ضعیفی خود احساس میکنه، عقب نشینی میکنه، دوباره طرف کابل میره و امیر دوست محمد خان در سال 1836 میلادی بعد از انتخاب شدن لارد اکلند به صفت وایسرای جدید هند مکتوبی را عنوانی ای آدم نوشته میکنه و در مورد مسئله پشاور هم بسیار زیاد تاکید میکنه در این نامه و نوشته خود و از دولت انگلیس خواهان کمک میشه، میگه مرا کمک کنین که پشاور از دستم رفته. اما در مقابل جواب این نامه چی میشه؟ این بسیار زیاد مهم است که ما شما بفهمیم. وایسرای هند هم در جواب نامهش نوشته میکنه که دولت بریتانیا در امور داخلی ممالک دیگه اصلا دخالت نمیکنه و آرزومند است که دولت سک و دولت افغان مسائل خود از طریق مذاکره به شکل دوستانه حل و فصل کنند. کاملا دیگه میگه ما در کارهای داخلی شما کار نداریم و خودتان میفهمین مشکلات درونی و داخلیتان خودتان مسئلهتان حل و فصل کنین، جور بین و مصالحه در بینتان شود. که در این زمان یک هیئت به رهبری الکساندر برنس که ظاهرا تحت نام مسائل تجاری اما وظیفه‌اش چیز دیگه بوده، فقط میگن ما برای تجارت و برای کارهای تجاری میم با کابل میه که امیر دوست محمد خانم بسیار زیاد خوش میشه و توقع داره که مسئله پشاور امرای این هیئت مخصوصا الکساندر مطرح کنه و از طریق مصالحه و مفاهمه این مسئله پشاور حل و فصل کنن. اما برخلاف توقع خود جواب قناعت بخش از این هیئت هم نمیشنوه. قسمی که نامه به وایسرای هند روان کرده بود قناعتش حاصل نشد، اونا جواب رد دادن. این هیئت هم تحت عنوان مسائل تجاری وقت به کابل میه و این میخواه که این مسئله پشاور امرایشون مطرح کنه تا اونا کمکشان کنه و بالاخره مصالحه شو و مسئله پشاور حل شوه. اما این هیئت هم جواب رد برش میده، بنابراین برخلاف توقع خود جواب درست و مثبت نمیگیره. اما انگلیس ها که از سیاست و اهداف ناپلیون و روسیه در رابطه با افغانستان به ترس بودن، هراس داشتن، زیادتر به افغانستان دلچسبی نشان میدادن، چون از اون طرف روس میخواست که در اینجا نفوذ داشته باشه. ناپلیون هم به می شکل از این خاطر است که انگلیس ها کم کم به تشویش میشن و افغانستان جلب توجه میکنه براشان و امیر دوست محمد خان هم با سیاست انگلیس به شکل مشروط با تخلیه پشاور توسط رنجیت سنگ موافقت نشان میده. وقتی انگلیس توجه به افغانستان میکنه، امیر دوست محمد خان
مشروط به ای که رنجیت سنگ پشاور را تخلیه کنه میخواد که امرای اونا موافقت کنه. اما انگلیس ها آمدن هیئت روسا را بهانه میگیره و روابط خود با امیر دوست محمد خان کاملا قطع میکنن، اما با شاه شجاع و رنجیت سنگ ارتباط برقرار میکنن. این رنجیت سنگ قدر نامش یک ذره سخت میشه که نف زبان ما هم کلوله میشه، شما هم دقیق رنجیت سنگ بگوین. اما شاه شجاع هم که زیر سایه انگلیس ها در لودیانه به سر میبره، با اونا داخل مذاکره میشه. در کجا؟ در لودیانه هست، با انگلیس ها داخل مذاکره میشه و انگلیس ها هم ای آدم از سپر قرار میتن و بالاخره در سال 1839 میلادی البته بالای کشور ما حمله و تجاوز میکنن. ای سبب میشه که انگلیس ها بالای سرزمین افغانستان تجاوز کنن و حمله کنن و بین این سرزمین تسخیر کنن. این تمام گپایی بود که در مورد سلطنت امیر دوست محمد خان گفتیم که مداخلات بیرونی بود، هرچند در ظاهر میفتن ما در کارهای داخلیتان مداخله نمی کنیم، اما کسایی بود که توسط او کسا از جمله شاه شجاع انگلیس در امورات داخلی افغانستان مداخله میکرد و برخلاف توقع امیر دوست محمد خان و حاکمای او زمان عمل میکردن و این زمینه ساز شد که بالاخره خودشان به کمک شاه شجاع که او را سپر خود ساختن آمدن و بالای افغانستان حمله کردن. این تمام گپایی بود که در درس امروز براتان گفتم. انشاءالله فهمیدین؟ بسیار خوب. تاریخ ما یک تاریخ جالب است. وقتی شما تاریخ افغانستان را میخورین بسیاری چیزا را درک میکنن و میفهمین. تاریخ خوبیش است که وقایع گذشته و حوادث گذشته را در قید زمان و مکانش بر ما شما حکایت میکنه، قصه میکنه. ما شما تاریخ بسیار چیزا را یاد میگیریم، سرمشق و پند و عبرت میشه. کارهای خوبشون باید در زندگی خود عملی بسازیم، اما از کارهای بدی که در تاریخ گذشته از او عبرت بگیریم، هیچ وقت ما را انجام نتیم انشاءالله. درست؟ پس به این که کارخانگیتانم بگویم 2 سوال برتان میتم، درس ما دیگه تمام است. نوشته کنین. سوال اول: امیر دوست محمد خان چگونه به قدرت رسید؟ شما میگین که به این دلیل در این وضعیت با این شرایط امیر دوست محمد خان به قدرت میرسه. او را دانه دانه نوشته میکنه. سوال دوم: چرا انگلیس ها بالای افغانستان حمله کردند؟ بنویسید. شما دلیلش میگین. درست؟ دلیلش میگین. به این دلیل، به او دلیل، به این دلیل حراست داشتن، کی اینا را کمک کرد، وضعیت به چی شکل بود، بالاخره چی زمینه سازی شد تا انگلیس ها بیاین بالای سرزمین ما افغانستان حمله کنن. متاسفانه افغانستان تسخیر شود، مردم ما آواره شود، بیچاره شود، مهاجر شود، کشته شود و سرزمین ما تحت استعمار و استثمار قرار بگیره. دیگه هیچ چیز در دست خود ما نباشه، حقوق و آزادی‌های ما زیر پای شود، وطن ما استقلال نداشته باشه. دیگه این وضعیت است که یک کشور استعماری و استثماری متاسفانه داره. بسیار خوب. این هم سوالات کارخانگیتان. درس ما همیجا تمام میشه تا که بازم من شما را میبینم. تمامتان به خداوند بزرگ مسپارم. درسایتان همیشه بخوانین، نظافتتان مراعات کنین، خوابتان سر وقت خواب شوین، غذای سالم بخورین، نوشیدنی سالم بنوشین تا وجودتان اونمو ضروریات خود تکمیل کنه. درست است؟ انشالله که همیشه خوب و صحتمند باشین. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.